سلام محمد جان، من مادریت هستم از جماعت سفید چشمه. بچه جانی من بچه خوب بود، بچه گردرو بود. همین راستی کارش روی که بیا زندگی را ببینه. کدوم همجا فریب کرده گریب بچه مرا گریب بودک. محمد جان برخیبی و خواهرات صاحبی که خانه و در صاحبی که مورا صاحبی که خیبی و اجازه بده من مثال در بر ما خیلی خدمت کنه. نمینه دوست دشمن سری ما بلند شوه بگن که محمد جان آمده و چش نگاه می‌داره. ما نوارای تر دیدیم، از روز نوارای تر دیدیم، از سبای ما بیزیب شدگی ما دانستیم که تو در اینجا در چی کارا مشغول است، در چی کارا اشتراک داری. بیا خانه و داره تا نگاه ببین که باغات تا نگاه ببین که همه جا آباد که حدا همین مثال ری بریز مثال به همین خانه هم مای طرف ای همه طرف خانه و خانه تای داری تای همه ایو همین مثال زیر دستای تو میشوند. خیلی بیا محمد جان برگرد خیلی بیا بگن اگر نیومد را نمیبخشم، شیری دادگی من نمیبخشم. همه یه آرزو دارن که تو در همین خانه باشی. من تو را چند بار در تلفن گفتم بچه جان خیلی بیا کدام دختری را میخواهی میتیمد چه خیلی خدمتت میخوره در خانه بکن. تو یک بار گفتم در حولی ره بگر من یک بار تو را قی زند مردم دیدم بعد مردم به آرمان میمون. همین گفا را من تو را در تلفن چند بار گفتم زورت کم گریه کم بعد خیلی بیا این که مردم دیدی شش دگه همش برای تو سرگردان شده همینجا اومدن زیق خفن که محمد جان خیزه بیا توی تماشا کنم و تماشا کنه ببینه. بعد خیزه بیا یگان کس یگان گپ نمیگه. اگر تو ریزا شوی من خطی همین کانترو میرم الهی سرحد خودم میگیرم یارماد هیچ گم نیست. همه عافیه همه تنجی امونیه در جای مملکت جنگ جوش در تحتیر تو من شب برای خونه میرم که اوه بچه من چی حال دار 5 سال تو گم نزدی من غم خود زیق میشم بچه من چی حال باشه. وقتی آوازی تر من شنیدم شکرانه کم که بچه من زنده بوده است. شبای بخوابی من شیری دادگی من سرهای گوهره بیدارخوابی من نمیبخشم. بخیر بیا خانه و در تخشروک و رنگ مردم خانه های فسان خشرو دمینه دوست من بداد زندگی تا دوام بته نیایی دیگه نمیبخشم. آخران گپی من های دیگه فرای گرزنی ندارم. من طاقتی چی ندارم عصبان تمام شدگیه. اکا جان بیایی من نزنیم من مایدار بودم شما رفتیم بیایم ما رو زود درکی کنیم. اکا جان خیلی نمیشود داود در رفته دیگر جمع نکنید. وقتی که شما داون رو جمع بکنید دو در اختار بود بیار مقصد دیگر رو میکشن دیگر اختار پیش بود بیار. شما وقتی که مایدار بودیم پدرمون مردگی بود پدرم شما رو نصیحت کرده بود که اوچکان یک نه اینا اوچکان پیش دگیه من از سودینش دگیم خلونش دگیم باید شما در بر من باشه همین باید شما را از گیری کنید در بر دوست شما همه اکا دوران دو در دوران من ندارم اما پدرش در برش من پدر تو در بر من استی من فهم کنم در بر موجی اوچه من نگه کنید اصلا اوچه من در زندگی خواد نشما خیلی بیو تو در دلت دیگه جان اگه وقتی که تو توجی کنم میکشی تو در اختار پیشی بود بیو اوچه دوران برادر دوران زن پردن دوران چکار که تو کنم میکشی من فکر کنم تو در اختار کشتی زودی در تو بگم جان اگه بخیر تاجیکستان بیو زن بگی ما توی تماشا کنی همه توی میکنن تو در پیش من بیو بگم بعد همونجا بشه توی کنن خیلی جون بیو بگم وارد یا مخش حالی هم آخر سام باشیم خیلی بیو ترای من سر جهود میخوری محترم من یاد نگم کردی محترم آدم داد روز گفت تاگم که دانه در کدومی مادرون است محترم مشکل نگم کردی برای تو بهش بر خیلی همه جوری مادر من نکنیم نمونه مادر در زندگی خواه شدم و چون من پیشی دیگه خونه در همش درام میخوام مثلا من تو قبول در زندگی نمیشه یه جایی خونه در زندگی ببینید بیا اگر ما چون گرد کنیم بخیر بیو